من اومدم دیدم اینا رو کنار هم چیده، گفتم بذارید اینجوری بهتون یه بار معرفی کنم. این سایز کوچیکشه، داخلش 2 تا محفظه این شکلی داره. فقط شما رنگ بندی رو ببینین، آدم کیف میکنه. بند چرمی داره و خدمت شما عرض شود که فقط هم این مدل کوچیکش در واقع این محفظه ها رو داره. زمانی هم که بسته میشه به این شکل میشه. سایز متوسط، اینجا داخلش در واقع رنگش فرق میکنه، بیرونش هم البته فرق میکنه. ببخشید، این بنفشه، این سبزه، یه دونه هم زرد اینجا داره. این هم سایز بزرگش میشه. داخلش هم به این شکله. رنگ بندی هم که تا دلتون بخواد متفاوت دیگه. این سایز کوچیک الان این رنگ و این رنگ رو هم داره. این کارا هم بچه ها برای اتاقای بچه هاتون کارهای قشنگیه. 340 لیر. این مدلش میشه گفت 3 رنگ، این مدلش هم 4 رنگ. این هم قیمتش همون 340 لیره. این کارم ببینیم، قیمت 2 عددش 1000 لیره. این هم بچه قیمتش 180 لیره. زیرش هم به این شکل. این کارم که به این شکل قابلیت آویز شدن داره. قیمتش 550 لیره. این هم یه پک 4 تاییه، قیمتش 500 لیره. این درخچه های لیمو رو خیلی سوال پرسیدید ازم. قیمت این مدلش 2650 لیره. این یکی هم یه ذره حالا با اون فرق میکنه، 2400. این مدل الان باز یه مقدار کوچیک‌تره، 1200 لیر. قاب عکس‌ها این مدل هم اینجا دیدم، قیمتش 300 لیره.